برام یاد خدای مهربان و بخشاینده با سلام و درود خدمت تک تک شما دوستای عزیز. امیدوارم که همه شما جور و صحتمند سرحال باشین. از دسترسانی بازم با شما هستیم. همونطور که بعضیش مده کامنت گفته بود چون فاطمه خیلی خندرویه بیشتر دویدی بیار ویدیو بیشتر وایرال میشه و این واقعا گفی راست هسته. دیگه بازم در خدمت شما فاطمه هستم. سلام و درود تقدیم همه شما چی میگن فنای شکیلا. امیدوارم که جور باشید، خوش باشید هر جای از دنیا که هستید. اوقاتشون در خوشی، لبای شما خندان. امور قمی که شکلا گفت از ما شاد و خوشحال باشید. همیشه خنده بر لب داشته باشید. خنده در لب داشته باشید. دیگه امیدوارم که امی ایامی ماه رمضان بله شما خوب تیر شده باشه و دیگه رو عید شد. ما شکلام چند روز درگیری عید با فامیل و اینا بودیم، نتونستیم که از شما سر بزنیم دیگه، شما خبر بگیریم عید مبارکی کنیم که شما. یعنی باز وقت پیدا کردی دیگه آردیم گفتیم بای مقدستا عید مبارکی کنیم. کجا هستین نیستین؟ مو هم خودگون ما کم فعالیت شده جدیدن دیگه. شکل جان عید مبارک، روزه و نماز قبول. چطور بود ماه روزه؟ اول که در نوبه از خود ما میدره بلده دوستای عزیز تبریک میگم همچنین برای خودت. امیدوارم که ماه رمضان خوب گذشته باشه و همچنین خوبی داشته باشی. خدا شکر خوب بود. ماه رمضان یک ماه پربرکت و یک ماه هست که خیلی پربرکت و خوب و همچنین یک رقم صبر خیلی خاص را آدم نه شاید خودت متوجه شده باشی. آره اینطوری که هست. ولی خب این مثال بدیشی حالا در کل بد که اصلا نیه. حالا یک ذره چی بود که دیگه خدا در حق خیلی لطف داره. ماه رمضان و نوروز و دیگه چی میگن سیزده بدر کلگیش در یک ماه قرار دادم. یخی هم که بلشیم دیگه. آره بیخی دیگه مثلا ساعت متیر بود در سال نشد. آره ما که نفهمیدم. خب سال نمیشد باز ام ماه روزه بود دیگه. ماه روزه بود سال نو هم جشن سال نو هم چی ماه روزه دیگه. بعد از او 13 بدر یک روز مثلا حالا ما 13 بدر خب بعد از افطاری رفتیم همراه فامیل یک جای تفریح رفتیم دیگه. عید فهمیده نشدم تو یک رقم ماه روزه رفت که نفهمیدیم ماه روزه آمد کی رفت کی آمد. آره متاسفانه اول که دست نو برابر شد. آره بعد از اون بعد گدوادیش زیاد شدم سال. باز عید روزه خوب بود. این کمک خوش گذشت. آره عید روزه باز مردم از مکستن. البته در افغانستان که بودی این عید روزه را خیلی خوب تجلیل میکرد. خیلی محکم تجلیل میکرد. یعنی برخلاف ای که در ایران هستن مردم ایران مثلا امو یک سال نو را خیلی چی میگن محکم تجلیل میکنه. خوبم تر دیگه از تای وجود خوب به خاطر از اینکه دیگه سنگ تمام ملت به خاطر که سال نو هم است. خب یک دیگه اینکه اینا یک تای یک سال یک رخصتی که مثلا دارم و تابستان ها معمولا رخصتی داریم نه باز اینجا اون رقمی نیه. اونمو 20 روزی که در اول سال رخصتی هستن تمام سفر و چکر و هر داستانی که دارم 20 روز خلاص مونه. آره به خاطر نمازو اینجا که هستم مردم شی رسم شی قدر رقم از ما ورنیه. ولی باز ما هم سال هم تجلیل مونیم ولی نه در این حدی که اینا مثلا اونقدر چیز میکنن. ولی ما عید مو اینمی عید روزه و عید قربان بسیار خوب تجلیل میکنیم. آره البته آره ایرانیا که بیشتر رخصتی در عید نوروز داره. ما مردم باز در عید روزه داریم. باز چی شد میگه یادی از گذشته کردی یادی از افغانستان کردی یک خاطره خیلی خیلی که در دل خود تو قشنگ از عید داره چیه امور بله متعرف کو دوستان مطمئنم. اگر چند سال نو یا نه عید اگر در افغانستان میگین از سال نو هر چی که کلش خاطره نه اما یگانه خاطره خوب که ما یادم البته و زمان خیلی خبر مردم از آزاد بودی دیگه رضا بودیم. خیلی مثلا یک رقم استریس داشتیم. مثلا ما رفتیم تقریبا یک هفته پیش خنر آماده میکردیم، لباسای خور آماده میکردیم، در خیاطی میبردیم. یعنی یک رقم شوق و ذوقی اون چیزی که مثلا اون زمان داشتیم. یعنی حتی وقتی که مثلا امشب عید میشه آره امشب پیش از عید ما که بیخی هم استرس داشتم وقتی خواب میکردیم صبح اولی نفر که در خانه بیدار میشد ما بیدار میشدیم. به خاطر که چی بود نمیفهمم اون رقمی یک حس داشتم. باز دوست داشتم که برم در کوچه بازی کنم. البته ما
خیلی کوچه‌ای باز خیلی رفیق داشتم. اما متاسفانه شوق ذوق نمونده. نه دیگه در افغانستان در بعض جاش اینطوری. نه در افغانستان که در کل امیال امیر رقم است، ولی خب ما چون که مهاجر شده ما دیگه در ملک مردم آدم مثلا اینال دخانه خسته ما وستو اینه بعد چند روز وقت کده که مثلا بیم یک چند روز کنار هم دیگه بشینی قصه کنی عید مبارکی کنی، ولی در کل تایمی که مثلا موری کار منی یا مثلا درگیری روزگار و زندگی هستی اصلا نمیفهمی اونقدر به اندازه که باز ایران یک کشوری است که آدم تقریبا هم فرهنگ دیگه خیلی مثلا قدر تفاوت نداره، ولی بازم تفاوت های خود داره دیگه. هیچ جای کشور خودت هم نمیشه، جای خودت هم نمیشه. ما بلدشیم دوستای خاطره از دوران عید خود تعریف کنم که خیلی خیلی بلده من جالبه. مثلا حالا هم خاطره هم این اتفاقاتی که ما در رزگگی خود دیگه در رزگگی خود دید خیلی بلده من جالب بود. میخوایم یک بار دیگه تکرار شه اون مرکم روزا. این است که ما از امی خینه کردن خیلی دوست داشتم، باز خود من بلد نبودم چی بود. حتی مثلا حالا یک دورانایی بود که مثلا ما رفتیم چی میکردیم، حتی امی شوشی که ایده سبایشی که نوروز میشه یا که اید میشه، مثلا سبایشی ایده بلده که خینه پیدا کنم از یک جای در یک جای دیگه بخی، از این دکانه برو اونجا برو تا که خینه رو پیدا نکنم نوردم ایجن مو چی نکردم دیگه. بعد یک برار داشتم قد از زود دیگه آوردیم و تا از یک منطقه‌ای که مو زندگیم که نامشی به نظر من نامش قلعه نبود تا چی 20 متر یک ساحه دیگه مربوط مو چی میشه بر چی میشه تا اون منجره دیگه آوردیم و هرچی که مغازه بوده گشتیم دیگه تا پیدا نکردی پس نمودی. یعنی خیلی بله من مثلا ارزش داشت خیلی نکردن اینالی اگر مثلا باشه مونو مگنه باشه خیلی تفاوت نداره. خب ولی در بعضی موقعیت ها بعضی از اتفاقات که است بلده آدم قشنگه و بلده اونو موضوع سنگی تمام میله. آره وای خدا کاش روزا دوباره تکرارش نه. انشالله اگه تکرار شدنی نیه اتفاقاتی را که ما در گذشته البته تجربه کردیم آدم دورانی که ریزه باز حالا معمولا هم رقمی خواسته های آدم کوچیکه، لذت های آدم مثلا از چیزایی که لذت مبره مثلا شاید خیلی اندک سطحی کوچک باشه ولی نهایت لذت مبره. ولی خب هر چقدر بزرگتر شوی هر چقدری که مثلا سفر کنی یا مثلا یک جای دیگه از یک تجربه جدید به دست بیاری همونقدر ساده‌تر و عاجزتر میشه. کلا آدم را مثلا از اون لذت ها چی مونن دیگه بالاخره باز آره نه هم اینطوری هم در نظر ما اینطوری ما مثلا در حالا یک رقم گپ زدم در نظرم شد در نظر دوستان که یک دهه از زندگی ما رد شده و قدرم ریزه ایم تا بالیم، ولی خب مال ما ولش میگم ریزه بودم حالا هم زیاد کچه نشدم ولی خب اینطوریه که مثلا حالا یک فرزند افغانستانی یک کسی که در این 3 سال یا 4 سال اخیر تجرباتی را که مثلا از صفر شروع کرده کشور دیگه مهاجرت کو برو یک جای دیگه از صفر شروع کو با یک خانواده دیگه خیلی آدم میسازه، خیلی زندگی و شرایط آدم تغییر میکنه و خیلی مثلا بزرگتر میشی از سنت. شاید مثلا حالا شاید نه که معلوم داره حتما مثلا اینطوریه که خیلی از ما مثلا از سنی که هستیم درک و منطق و خیلی رفتارای ما تقاضا میکنه که مثلا بالاتر از سن قرار داشته باشیم، چون مشکلات و چی میگن امی اتفاقاتی که دمی چند سال اخیر هر افغانستانی تجربه کرده معلوم داره که از ما دیگه چی میگه از کاکو میسازه دیگه ما مونمو رقم شدیم با یک عالم بغض با یک عالم درد و رنج، ولی باز هم کناری از شما دوستای عزیز هستیم. آره. خیلی حاشیه رو می‌نمونیم دیگه. شما دوستایی که البته مثل از ماوری یک اتفاقی که در گذشته شما رو خوشحال میکرد و دوست دارید که قد از ما شریک بسازید در کامنت ها نشه که چی بود که دایید شما رو خیلی خوشحال میکرد. از این نقل کو شکیلا جان که
ایدی چه قصد گرفتی؟ ایدی خودم که زیاد گرفتم، البته باز نفرش نمیگم چون بعضی خیلی ایدیای خیلی خاص میداد نه. آره دیگه باز نمیفهم دیگه دوستا شما تجربه دارین ندارین ایدی کسی یک چیز خیرتی نه. آره. مثلا ما که از خانه ماماهای ما میگید نقچی خمورم نه، باز اونا مرا همیشه ایدی میدیم. بس که ما خیلی کتاش تو باید خود میدیدم اما باز اونا میدیم. باز مر پارسالم که دیدم بدن زمین پولایش هست. چقدر خوب بخیر. میگم امروز خاطر دیگه باز امسالم رفتم ماما باشه، ماما استوری سخاوتمند یاشن ما ایدی خاص حتی ما این چیز دروغ بگم به خدا ایدی نگرفتم. اینا آمدم پیش است که ما ایدی بدی چیز ایدی میدی. چیز بگی. نه دیگه ایدی که است اوترینیه که سفارشی باشه دیگه خودت نمیدونی بلک دیگه. نه خاصه گندری که سنگ سه. در میدان خدا و راستی شکیلا رو گیر انداختم. منال اگه ایدی نداد در کامنت ها بگید شکیلا ایدی بیده، شکیلا گوش نه ایدی بیده. دوستا فاتی از ما ایدی میگیرم، ما از شما ایدی میگیرم. مگر چون ما ایدی زیاد خوردم هم دزیدم در عید قبلی میگم ما زندگیم سر ایدی میچرخ از کلگی. بازال دیگه چون عادت کردم بازم دوستا ما از شما ایدی میخوایم، فاتی از ما میخوایم. میبینیم که کدام ما بیشتر میدیم. دیگه خودت که گفت اصلا ایدی نگرفتی؟ ایدی دوستا اینمی که مو حمایت مونه و اینمی که از فعالیت های ما لذت میبره. اینمی خود چه بنده از یک دنیا لطفه، یک دنیا ایدیه دیگه. زنده باشید، جور باشید انشالله که هستیم با برنامه های متفاوت، با ویدیوهای متفاوت. البته دوستا ما و فاتی زیاد وعده میدیم نه، ما برنامه های متفاوت هستیم اما فاتی نمیه. اینی ترخو که یک رقم شرایط میشه، اینی آدم من میگه وقتی یک رقم درگیر میشه که صبح که میخیزی درگیر زندگی و کار است، یک دفعه سعی میکنی که او روز تیر شد، ماه تیر شد، هفته تیر شد، ولی این دیگه وعده نیست. این 403 قرار خیلی یک سال کار بله از مو شکل باشه. چون دوتای ما تقریبا از لحاظ یوتیوب یک زمان شروع کردیم و تقریبا فعالیت های ما شبیه همه و اینکه قرار همدیگر را حمایت کنیم با لطف شما دوستای عزیز دیگه. شکل‌ها یک لحظه قسم نما نظر من قدر پرگویی کردم. نه خیلی قصه قشنگ کردی، مرا برده میاد یاد خاطرات بامیان و ورس. در بامیان چه قصه زندگی کردی؟ در بامیان تا صنف 5 دیگه چی شروع کردم کابل آمده؟ ولی باز نیک در روی تو سفر داشتی دیگه دایم در بامیان رفتم بامیان آمدم. آره اما در نظر خود خیلی خدر کلاش کلیش در سفر بودم. خیلی خوبه بخدا. تو نرفتی دایکنی دوباره؟ ما نه نرفتیم، ولی خب یک جای در کتاب خونده بودم میگه که انسان را دو چیز خیلی میسازه، یکی کتاب‌های متنوع بخونی، یکی هم که سفرهای متفاوت کنی، با مردم متفاوت آشنا شوی، ارتباط برقرار کنی. اینمی دو چیز که انسان واقع داره. از تجربه خودم مثلا ما تا وقتی که افغانستان بدوم هیچ وقت اصلا این امکان نداشت که ما فکر کنیم یک روز مهاجرت کنیم اورم تنها نه. آره تنها و در ایران ولی کشور بیگانه. اما باز در مثلا یک سال چند ماه که ما اینجا هستم خیلی بدی و خیلی خوبی رو فهمیدیم. مثلا فهمیدیم که ها خوبن، که ها بدن، که ها در روزای خوبه، که ها در روزای بد نه. اگر کابل بودم الان هیچ امکان نداشت که ما نه دیگه بالاخره آدم باید در موقعیت چه قرار بگیره یا مسیرش خود قرار بده دیگه. خدا خود کل چیز را جورنه دیگه. عزیز زیاد پرگویی نمونیم، خیلی زیاد شد، طولانی حرف زدیم. انشالله که جور صحتمند باشید و دنیا به وفق مرادتان بچرخه. آره دست عزیز. با یک دو بیتی از فاطمه ویدیو رو ختم میکنیم. آره دیگه دست عزیز، همونطور که فاطمه گفت خیلی تشکر از اینکه تا این ما رو حمایت کردین و همچنین باز منتظر حمایت های شما هستیم. دوم دیگه البته وعده خاص گفته نمیتونم، ما وعده میدیم که برنامه‌های بیشتر از این داشته باشیم و فعالیت داریم خب نسبی، ولی اینکه چیزی که می‌خوایم نه، ولی در ذهن خوب مثلا برنامه‌های خوبی طراحی کردیم، فقط دیگه بخش اجرایش بنده خود دیگه گناه از من دوستانی نمیه. نه از این بعد انشالله هستیم دیگه. باش که ما یک دانه میگه همیشه یادی رویت میکنم یار، گلاب هستی مبویت میکنم یار، هزاران بار یاری جانی داشته باشم، فدای تاری مویت میکنم یار. خدا حافظ و ناصرتان.
دوستای عزیزی هم بود از عید مبارکی از مو و فاتح. امیدوارم که عید خوبی خوش داشته باشین کنار فامیل خازیباد. همون تو خوش باشین، همونطور که فاتح خنده روی شما هم خنده روی باشین. شما رو میسپاریم به خدای مهربان و بخشاینده. تا برنامه بعدی بدرود.